یه نکته خیلی مهمی که تو زندگی وجود داره اینه که به تجربه من از زندگی خیلی از استرس‌ها و اضطرابات زندگی ما از ترس از شکست میاد و قسمت مهم ترس از شکست تو زندگی از این نشأت میگیره که ما برای روز بعد از شکست برنامه نداریم. یعنی در واقع اینو خیلی طول کشید تا من زندگی خودم بفهمم که ما خیلی وقتا استرس هامون از خود اتفاق اونقدر نیست که از ابهامات پیرامون اتفاقه. یعنی ما میگیم اگه شکست خورد دیگه نمیدونیم بعدش باید چی کار کنیم و درش شکست برای ما یه در واقع انگار آخرالزمانه که نمیخوایم باش مواجه بشیم و مواجه شدن با این احتمال شکست و برنامه‌ریزی براش در واقع از همون پذیرش میاد که ما واقعیت‌های موجود رو بپذیریم. بیاین از زندگی شخصی خودم براتون مثال بزنم. در واقع به جایی که من از ترس از اخراج بخوام تو زندگی فلج بشم و بعد هیچ ریسک شغلی دیگه قبول نکنم، برای روز بعد از اخراج هر روز برنامه دارم و در نتیجه سر کار با اقتدار بیشتری ظاهر میشم، چون میدونم که میتونم ریسک اخراج رو قبول بکنم.